حالا امروز اول سلام، بعد صبح همتون بخیر. بچه‌هایی که اونجا دارن بازی میکنن حواسشون به ما باشه. میخوام بایستم نمایش بازی کنم. اینایی که اینجا دارن شیطونی میکنن، شما میخواید به داستان ما گوش کنید و نقاشی بکشید؟ لطفاً اون طرف نرید. متشکرم. امروز بعضی بچه‌ها به من گفتن وقتی باباشون براشون داستان تعریف میکنن خواب میبینن، خواب اون داستانه رو، مگه نه؟ یه آدم میدید که تو جنگه. ما امروز میخوایم حالا ما امروز میخوایم یه داستان غیر جنگی تعریف کنیم. داستان خسرو و شیرین. خسرو و شیرین یه داستانیه توی شاهنامه. شاهنامه چیه؟ شاهنامه یه کتابه مال فردوسی، مال خیلی قدیماست. اون قدیما یه نفری بود به اسم فردوسی شروع میکرد به شعر گفتن و شعر نوشتن و داستان نوشتن به صورت شعر. مثلا اینجوری میگفت. بچه‌هایی که حواسشون به من هست متشکرم. مثلا اینجوری میگفت: چو پرویز تا ناباک بود و جوان، پدر زنده بود و پور چون پهلوان. برادر زمین دوست شیرین بودی، برو بر چو روشن جهانگین بودی. بعد شعر میگفت. توی شعراش لاوه شعرش داستاناشو تعریف میکرد. بفرمایید. گوش کنید بچه‌ها. رفته بودم مشهد قبر فردوسی. واو، آره، فردوسی چون مال خیلی قدیماست فوت کرده، مرده، الان دیگه پیش ما نیست. قبرش توی مشهد دفن شده. البته توی یکی از شهرهای خراسانه، تو خود مشهد نیست. شهری که هست آره، شهری که هست یکی از شهرهای خراسان. حالا فردوسی یک کتاب داره، این کتاب فردوسیه. اینم مجسمه فردوسیه. مجسمه فردوسی. این عکس مجسمه فردوسی. این عکس مجسمه فردوسی. این چشماشو، دماغشو، دهنشو، یه آدم بزرگی بود که ریش و سیبیل داشت. یه عمومه بالا سرش داشت. کلاه. آره. بچه‌ها اجازه بدید دوست ما یه چیزی میخواد بگه، گوش کنید چی میگه. بفرمایید. من این مجسمه داخل پشنتی دیدم. مجسمه سنگیه و قهوه‌ای شنیه. سنگیه. آره. یه مجسمه بزرگ اندازه این اتاقه. میزا کوچک‌ها رو بعداً براتون تعریف می‌کنم. بچه‌ها دوستمون داره داستان فردوسی یکی از داستاناشو تعریف میکنه. گوش کنید. ایران به اونا حمله کردن. ایران
پهلوون اسمش رستم بود. رستم یه آدمی بود. سهراب پسر رستمه. حالا ما میخوایم یه داستان دیگه ای از داستان شاهنامه رستم و سهراب رو اگه دوست داشته باشید میذاریم جلسه بعد. خب حالا لطفا گوش کنید. گوش کنید چی؟ گوش کنید اول دوستتون بعد شما یکی دیوار رو میکشتن، با دیوار جنگ میکردن. آره ولی امروز ما میخوایم یه داستان شیرین رو خوب بگیم. اجازه بدید من داستان پرگاه میخوام بیرم میشه. من با کلاس نمیتونیم نقاشی کنیم. بفرمایید. گوش کنید گوش کنید گوش کنید. پهلوان فوریای ولی. بفرمایید. گوش کنید بچه ها دوستتون چی میگه؟ فیلم میزاتون شد خانم دیدم. خب حالا ما داستان خسرو و شیرین رو بگیم. اجازه میدین بچه ها؟ بچه من دوست دارم زودتر ببینم یه قصه چجوریه چیه. متشکرم. لطفا از آروم باشین بذارین گوش کنید. یک روز میتونین همزمانی که من راجع به داستان خسرو و شیرین میگم شما نقاشیش هم بکشید. خب اگه دوست دارید ببینید من چه چیزایی رو تعریف می‌کنم شما نقاشیاشو بکشید. یک روز خسرو قصد شکار داشت و با تعدادی از افرادش آماده رفتن به شکارگاه شد. شکارگاه کجاه؟ یه جایی توی جنگل، یه جایی نه نمیکشن، شکار میکنن. آره اونجا شکارچی‌ها ممکنه آره ممکنه شکارچی‌ها برن توی جنگل اونجا دنبال منتظر شکار مثلا حیوان، مثلا پرنده، سنگرم داره برای اینکه شکارچی‌ها پشتش قایم میشن که حیوونا اینا رو نبینن. اون وقت شیرین که از این ماجرا با خبر شده بود قشنگترین لباس خودش رو پوشید و خودش رو خوشگل کرد و تر و تمیز حموم رفت و کفشای قشنگش رو پوشید و اومد سمت خسرو. دقیقاً تو راهی قرار گرفت که خسرو از اونجا میخواست رد بشه بره شکارگاه. کجا؟ خسرو از اینجا میخواست رد بشه بره جنگل شکار. آره کیو داری میکشی؟ خسرو رو داری میکشی؟ او مرسی. خب شاید شکار پلنگ میخواست بره ولی شیرین اومد جلوی راهش اینجا اینجوری یواش با لباسای قشنگی که پوشیده بود و عطر و گل میزد و اینجا اینجوری منتظر بود تا خسرو بیاد رد بشه. شیرین دوست خسرو. آره شیرین اسم یه دختر. خب بعد خسرو که داشت رد میشد این ور اون ورم نگاه میکرد دیگه اینجوری ببینه مثلا شکار پیدا میکنه نمیکنه. اینجوری بود سوار اسب میشه. رسید به اینجا شیرین اینجا چی کار میکنه؟ شیرین اینجا چی کار میکنی؟ من اینجا منتظر شما. آره شیرین منتظر خسرو بود. دقیقا بهش گفت من منتظر شما میخوام با هم صحبت بکنیم. بعد شیرین از گذشته های دورش گفت، از ماجراهای دلتنگیش و ندیدن خسرو براش تعریف کرد. گفت من دلم خیلی برای تنگ شده بود. من چون که نمیایی میشه ما فرصت نداری، راهت خیلی دوره، میخوای شکار کنی. بعد
من اومدم اینجا لباسای قشنگ پوشیدم، اومدم پیش شما تا شما رو ببینم. دلم میخواست دوست خودم دیگه ببینمه. بعد از اون با خسرو رفت به شکار. خسرو به گفت بیا شیرین، من روی زین اسبم، یه نفر دیگه جا دارم، میتونی شما هم همراه من بیای. بعد شیرین سوار اسب شد. چجوری؟ اینجا نبود؟ نه شد اینجا. رفت روی اسب سوار شد. بعد اسب رو اینجوری کرد خسرو، برو اسب برو. بعد اسب اینجوری دیگه تا همینجا میتونم برم. فرض کنید مثلا الان رفتن تو جنگل دنبال شکار. وقتی برگشتن از شکار، یه شکار بزرگ، چی شکار کردن؟ شیر، پلنگ، وای چیزایی شکار کردن. آره ولی آدم وقتی با هم باشن هم میتونن رو شکار کنن. ولی بچه ها گوش کنید، حالا من بگم چی شکار کردن. اونا رفتن توی جنگل دوتایی با هم دیگه رفتن یه چیزایی شکار کنن. ولی میدونید چی شکار کردن؟ اونا محبت رو شکار کردن. اونا دوستی رو شکار کردن. دوستی خودشونا؟ آره. اونا با هم، میدونید محبت چیه؟ محبت وقتی شما دوتا دوستا کنار هم دیگه هستید، با هم دیگه خوب هستید، هم دیگه رو دوست دارید، این میشه محبت. اینا اصلا یادشون رفت که اومده بودن اینجا شکار مثلا خرس و پلنگ و ببر و شیر و اژدها، اصلا یادشون رفت. اسب رفت واسه خودش، این دوتا نشستن اون بالای تپه و کل جنگل رو نگاه کردن، غروب آفتاب قشنگ رو دیدن. بعد با هم دیگه صحبت کردن از قدیما، از گذشته هایی که کنار هم دیگه نبودن، دور بودن. بعد یواش یواش که هوا داشت تاریک میشد، شیرین به خسرو گفت خسرو داره شب میشه، دیر شده، ما باید بریم خونمون، من پس زودتر برم. بعد یواش یواش بلند شدن، با هم دیگه رفتن. وقتی رسیدن به شهر، همه جا صحبت از خسرو و شیرین بود. عجیبه، همه مردم شهر داشتن راجع به خسرو و شیرین صحبت میکردن که این دوتا دوست چقدر همدیگر رو دوست دارن، چقدر با هم محبت میکنن، چقدر با هم رفیقن، چه کارهای خوبی. چه لباسی پوشیده بود شیرین، لباسای رنگاورنگ، اون لباسش پر گل بود، خیلی مثلا لباسش زرد بود، قرمز بود، آبی، یه دامن بلند آبی داشت. بعد سفید بود، تاجش سفید بود، یک تاج سفید داشت. همه جای شهر صحبت این دو نفر بود. دختر بود؟ آره شیرین اسم دختر. آره ولی خسرو یه شاه بود دیگه، یک شاه قوی بود که کل سرزمینا مال اون بود، همه جا مال اون. خب همه دوستش داشتن، رئیس شهر بود، همه دوستش داشتن. بعد بهش میگفتن که خسرو، شیرین که برازندگی تو نیست، شیرین که مناسب تو نیست، تو نباید با شیرین دوست باشی. خسرو پیشش میگفت چی دارن میگن؟ چرا راجع به دوست من دارن اینجوری حرف میزنن؟ این که دختر خوبیه، دوست خوبیه، این که پسر خوبیه، برای چی اینجوری حرف میزنن؟ بعد شاهنامه میدونید راجع به فردوسی چی میگه؟ به زبون شعر میگه پسندش نبودی جزو در جهان، ز خوبان و ز دختران مهان، ز شیرین جدا بود یک روزگار، بدانگه که بود در جهان شهریار، به گرد جهان در بیارام بود، که کارش همه رزم بهرام بود.
مرسی، آفرین. چو خسرو بپرداخت چندی به مهر، شب و روز گریان بودی خوب چه. وقتی دید مردم راجع به شیرین میگن کله اسب و اسب دیدی تا بهار؟ اسب تا بهار ندیدی؟ اسب بیا سب کنید. حالا مرسی. الان من به شما میگم بله کیه؟ داستان امروز ما رو نکشیدی؟ داستان امروز ما چی بود؟ بله ببینم این کیه؟ خسروه؟ این کیه؟ اسبشونه؟ مرسی. این کیه؟ این شیره دوستشه. این چی؟ امون میشه من لباس بپوشم؟ بله میتونید شروع کنید. مرسی. اینا چی؟ یادت نیست؟ اشکال نداره بقیه نقاشی داره کن. مرسی از اینکه خسرو کنار اسبش و اینا کشیدی توی این دشت دارن میرن. مرسی. امروز 19 آذر ماه 1393 مهد سرزمین شادی ها، شاهنامه خوانی برای کودکان 6 ساله.